سلام دوستان، به کانال خودتون خوش اومدین. با مرجان همراه باشید تا آموزش لوبیا پلو خوش رنگ و راب رو با هم ببینیم. یه عدد پیاز رو خردش میکنم و داخل مایتابه میریزم و اجازه میدم که آبش کشیده بشه. روغن اضافه میکنم، سپس زردچوبه و کاملا سرخش میکنم. برای لوبیا پلو من معمولا از گوشت چرخ شده استفاده میکنم، ولی این بار تصمیم گرفتم که از گوشت تیکه استفاده کنم. همینطور که میبینین پیاز رو به خوبی سرخش میکنم و در ادامه گوشتایی که خیلی ریز ریز خورد شدن به پیازمون اضافه میکنم و اجازه میدم که رنگ گوشت تغییر کنه. تقریبا 3 تا 4 دقیقه زمان لازم داره که رنگ گوشتمون تغییر کنه و آب رو اضافه میکنم. همونجور که میبینین رنگ گوشتامون تغییر کرده. آب رو اضافه میکنم و اجازه میدم تا 2 ساعت گوشتمون بپزه. چون گوشتا خیلی ریز خورد شده، با شعله متوسط حدودا 2 ساعت زمان لازم داره که بپزه. چوب دارچین و برگ بو هم اضافه کردم، اجازه میدم که با شعله متوسط بپزه. لوبیا هایی که بلانچش کرده بودم، یعنی حدودا 5 دقیقه گذاشتم داخل آب داغ جوش خورده و داخل آب یخ ریختم به سرعت و داخل مایتابه دیگه ای میریزم. رب اضافه میکنم، روغن اضافه میکنم و حدود 3 دقیقه رب و لوبیا رو تفت میدم که بوی خامی رب گرفته بشه و رنگ رب آزاد بشه. همینجور که ملاحظه میکنید به خوبی تفتشون میدم و در ادامه نیاز داریم به اینکه ادویه ها رو اضافه کنیم. ادویه ها رو داخل دسکریپشن براتون توضیح دادم و یکی از خوش بو شدن و خوش عطر و بو شدن این لوبیا پلو این هستش که شما باید پودر هل، پودر تخم گشنیز، پودر گل سرخ، همون گل محمدی، و نمک و فلفل و زردچوبه، پودر سیر و پودر پیاز رو میزان دقیقش رو داخل دیسکریپشن بهتون توضیح دادم. اضافه کنین و پوره گوجه اضافه میکنیم. تو این فاصله برنج رو آماده میکنیم. برنجی که برای لوبیا پلو باید استفاده بشه دوست عزیزم، حتما باید تقریبا نیم پز برداشته شه داخل برنج. داخل وقتی که دم میذاریم شکسته نشه. گوشتای ما آماده است. بعد از 2 ساعت پخت چوب دارچین و برگ بو رو ازش در میارم. لوبیاهایی که گذاشته بودم با پوره گوجه و رب آبش کشیده شه، تقریبا به خوبی تفت بخوره رو به موادمون اضافه میکنم و اجازه میدم که دوباره این مقدار آبی که داخل مایتابه هستش به خوبی کشیده بشه. و در ادامه دوستای عزیزم ما باید زعفرون رو اضافه کنیم. زعفرون هر چقدر که دست و دلبازی توش زیاد باشه، غذاهای ما به همون اندازه خوشبوتر و خوش‌عطر خواهد شد. زعفرون رو غلیظ رو میریزم. دوستای عزیزم ممنون میشم لایک، کامنت، شیر و سابسکرایب کنید و برای آموزش های بیشتر ممنون میشم که نظراتتون رو برام کامنت کنید. همینطور که میبینید به خوبی هم میزنم تا مواد یک دست با هم دیگه ترکیب بشه. برنج رو همونجور که میبینید آماده آبکش شدن هست. کف قابلممون روغن و زعفرون میریزم و اجازه میدم که داغ بشه. من از تهدیگ سیب زمینی استفاده میکنم، میتونید از تهدیگ نون هم استفاده کنین. لایه لایه برنج رو با مواد ترکیب میکنم. بعد زمانی که تقریبا 45 دقیقه با شعله متوسط گذاشتم برای دم، برنج رو با این مواد ترکیب میکنم و هم میزنم که کاملا یک دست بشه. حتما باید با شعله متوسط پخته بشه تا تهدیگ طلایی رنگی به ما بده و دلیل اینکه این لوبیا پلو رو لوبیا ها رو وسط قابلمه میریزم اینه که وقتی
برنج داره دم میاد، موادمون از دیوارها شروع به سوختن تقریبا نکنه. بعد دم اومدن با هم مخلوطشون میکنیم. تقریبا بعد 45 دقیقه برنجمون دم میاد و دوست عزیزم همونجوری که مشاهده میکنید چند تا حفره هایی هم داخل برنج میذاریم که بخار ازش در بیاد و برنجمون به خوبی دم بکشه. غذای ما آماده است. امیدوارم این غذا رو بپزید و در کنار دوستانتون لذت ببرید.